سومین اصل اصلاح نگرش است. نگرش چی مانا میتونه دوستای نازنین؟ برداشت ما از قضایا. تفاوت انسان ها در تفاوت نگرششان است. یک موضوع 5 نفر 5 نوع نگرش داره. مثلا یک حادثه واقع میشه، یکی غمگین است، یکی برش گریه میکنه، یکی خوش است، یکی خنده داره. به من چی میگه؟ نگرش ها فرق میکنه. یکی اینم امروز میگه وطنم چطور ساخته شه، یکی میگه با ما چی؟ ما تیک تاک خود جور داریم. دو تا نگرش هست، هر دوش افغان است ولی دو تا نگرش جداست. بنابراین گپ اعتماد به نفس و در مجموع گپ ساختن زندگی اصلاح نگرش هاست. از نظر نگرشی تقسیم بندی را ما خودم کردیم 4 نوع انسان تقسیم بندی کردیم، به خاطر از این که یک چیزی که همیشه به ذهن من میگشت که در رسانه نادرست سرش صحبت میشه که میگفتن نیم پر گلاس ببینیم پر. نظر من است که نیم پر گلاس نباید ببینیم. گوش کنین. ما یک گلاس داشته باشیم، کجامون رسم گلاس براتون گرفتیم. اینمی گلاس است، نیم آب داره، این گلاس است. یک نفر آمده میگه نیم از این خالی است. یک نفر این گلاس سعی داره میگه شکر نیمش پر است. هر دوشم یک گلاس است، همون مقدار آب است، اما دو تا نگرش مختلف است. یکی میگه خدایا نیمش چرا خالی است، یکی میگه شکر خدا نیمش پر است. دو تا تفاوت است در دیدگاه. بنان شما همینجا گوش کنین، همینجا یک گلاس داشته باشیم، نیم از این گلاس پر است، نیم از این گلاس پر است، نیم گلاس آب داره. ما براتون نمیگم تنها نیم پر ببین. چرا؟ اگر بگیم تنها نیم پر ببین از نیم خالی بی خبر میمونی. توصیه ما بر تویست نیم پر ببین، نیم خالی را ببین، اما توجه بالای نیم پر باشه، توجه به نیم پر باشه. شکر بکش که نیم گلاس پر است، ولی از خود سوال که نیم دیگه چرا خالی است؟ ایره چطور میتونم پر کنم و بخی اقدام که پر کنم. خواهی استاد ما از امروز بریم کل سمینار تایم بود که بریم گلاس ها را پر کنیم. نه بچیم، گلاس مثال است، گلاس مثال است. این گلاس خودت فکر کن. نیم پر نقاط قوتت، نقاط قوت، نیم خالی نقاط ضعف. این حالی ما دو تا انتخاب داریم، یکی که نیم نقاط قوت خودت تنها ببینیم، نقاط ضعف برای کل عمر باقی میمونه. میال یک تعداد میگه بیا بریم سمینار. سمینار عقل استاد در جیب ماست. در کدام جیبت؟ در جیب بغلیم، در جیب بغلی. او چی هست؟ او تنها نیم پر خود دیده، از نقاط ضعف خود خبر نداره. اگر بگویی خب بگو همین نگرش تعریف که یکی از این تعریف ها را ازش گرفتی پرسان کن. اما که تو گفتی بیا سمینار که دشخندی کرد، برو پرسانش که یک تعریفه. او هیچ نقاط ضعف خود نمیفهم. بنابراین این راه حل نیست. ولی این راه حل نیست که تنها نقاط ضعف تبینی خدایا چرا نق زده میری. نه، هم نقاط قوت بیام ضعف. شکر نیم بعضی نقاط قوت دارم، درس یاد گرفتم میتونم، سمینار رفتم میتونم، آدم خوب هستم، اما یک سر نقاط ضعف دارم. ناوقت از خواب میخیزم، در خانه بدخویی میکنم، همراه برادران درسشون کار نمیکنم. خودچوری نقاط ضعف است. به خاطر این من ناوقت میخیزم، ولی شب تا ناوقت میشینم برنامه تلویزیونی زیاد میبینم. چطور اصلاحش کنم؟ شب وقت ترخو میکنم، برنامه اضافی را قطع میکنم، صبح زنگ خدا وقت نماز میمونم، بیدار میشم. سعی کن نقاط ضعف تا شناسایی میکنی و اصلاح میکنی. اینی دیده اصلی است. اما تو در باش، فرض مثال یک کسی عروسی کرده، همسرش، ما آدم بی عیب و نقصی نداریم دیگه، اما بعضیا تنها در همسر خودشون نقاط ضعفش میبینن. یک مثلا کالا رو خوب تو نمیتونه، او چیزی کالا رو تو نمیتونی، اما دیگه خوب برات پخته، خانه رو پاک کرده، که اولاد درس کار کرده، او رو تو در نظر نمیگیری، اما نقاط ضعفش در نظر میگیریم. بنابراین اتو نکنین در هر مجموعه در همسرت نقاط قوتشون بی ضعفشون. شکر بکش بعضی خوبی‌ها را داره، ضعفاش چطور کمکش کنی اصلاح شود. اما تو استاده، مثلا من تو که میای یا بعضی‌ها را که مکس میمونم در فیسبوک سمینار داره، قواره طبیبی، او آمده تنها قواره مرا میبینه. قواره من چیکار داری؟ احساس خوبه ما بگو. از احساس ما اونم میگه که والا احساس داره، روز جمعه میخواد یه سمینار بده. در هر مجموعه بچیم هم خوبیش ببین هم بدش، شکر بابت خوبیش بکش، بر اصلاح بدش تلاش کن. به اینی خاطر این حال انسان ها را ما 4 قسم تقسیم کردیم. یکی که تنها
تنها اینجا را میبینه نیم پر، این میگیم خوب نیست. خوب نیست دلیلش برات میگم. دلیلش گفتم تو تنها خوبی ها را میبینی، بدی ها را بیخبر میمونی، کل عمر بدی باقی میمونه. یک تعداد تنها بدی را میبینه، کل عمر خود رنج میته. نوع سوم کسی است که هم خوبی را دیده هم بدی را، ولی توجهش بالای بدی هاست، خود نق زده خورده راش لذت نیم پر هم نمیبره. اما خوبترینش است که هم نیم پر دم خالی شکر نیم پر میکشه، از نیم پر لذت میبره، نیم خالی را ترمیم کرده میره هر روز. بنان به این خاطر انسان ها را ما 4 نوع تقسیم کردیم، نام ماندیم سرشان. اول خوشبین، مثبت بین، واقع بین. حتما فهمیدین که نمی امو آدمی است که هر دور دیده توجهش بالای خوبی است. آدم خوشبین، مثبت بین، واقع بین، کسی که برای اعتماد به نفس نمیره ضرورت داره. می تو آدم باید باشیم در زندگی. کسی است که هم نیمه پر گلاس دیده هم نیمه خالی را، توجهش بالای نیمه پر است، شکر میکشه نیم پر است، نیم خالی را اصلاح میکنه، علتش پیدا میکنه، برش تلاش میکنه. از امروز در زندگی توجه بالای خوبی های زندگی، یک لیست از خوبی ها بساز، یک لیست از نقاط ضعف. شکر بکش 10 تا خوبی داری، 5 تا بدی چرا به وجود آمده، علتهاش چی است، راه های حلش چی است، برای از بین بردنش تلاش کن. تو میشی آدمی با اعتماد به نفس که مصداق از این 3 تا شعر از گوش کنین. کمال سر محبت ببین نه نقص و گناه، که هر کی بی هنر افتد نظر بیب کند. تو خوبی های مجموعه را ببین، از بی هنری تو است که تو میری چی را میبینی؟ عیب میبینی. از بی هنری تو است که عیب میبینی. هنر در اینجا چی است؟ اعتماد به نفس. کسی که بدی ها را تنها میبینه هنر اعتماد به نفس نداره. کسی کی هنر را پیدا کرده؟ اول که میره خوبی ها در مجموعه که میره اول آمد شکر صنف است پکست، استاد آمده گپ میزنه، تلاوت شد، ختمه نخوانده شد، اینی خوبی هست. اما یک نفر دیگه که می آمده اعتماد به نفس چقدر خراب است که فقط بدی ها را چینده رایست. صدای از این چقدر خراب است، چقدر خیزک میزنه، چقدر غل مغال میکنه، چقدر گله میکنه، او تنها بدی ها را میبینه. بنان در زندگی خوبی ها را بی، اگر بدی میبینی تو مشکلتی است که هنر نداری. گر نداری دانش ترکیب رنگ، بین گلها زشت یا زیبا مکن. تو دانش ترکیب رنگ نمیفهمی، اگر بفهمی میگی دهی برگ گل دهی بطی خور چی گل مقبولی است. تو نر نداری این گل خراب است. گل چطور خراب است؟ چشم تو خراب است، نگرش تو خراب است. سلایدارم ما در خط مرد سمینار بعد از این انداخته میریم، از سمینار رو باز میتونیم بگیریم. گوش کو شعر دیگه هم کمک ما میکنه. بود خار و گل با همه هوشمند، چه در بند خاری تو گل دستبند. خار گل یک جای است، نیمه پر خالی یک جای است. تو چرا در این خار خار چی کار داری؟ چه گل مقبولی است؟ با احتیاط از جای بین که دست تو را صدمه نرسانه. کسی که اعتماد به نفسش منفی است، گل چقدر خار داره. اما کسی که اعتمادش مثبت است، دونمو خار، خارا شکر، خار گل داره، توجهش بالای گل است. حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست. حافظ بزرگوار میگه. ما یک برنامه‌گر دارم ولی نمیم باز بخیر. حافظ بسیار زندگی رو خوب تشریح کرده که سرش باز بخیر ما و شما صحبت کنیم زندگی از دید حافظ که چیزه. میگه از باد خزان نترس، گله نکو. باد خزان اینجا باد ناملایمت ها، سختی هاست، مشکل میه، بعضی وقت فقر است، بعضی وقت درد است، بعضی وقت رنج است، ولی یادت باشه گل بیخاره جای نیست. هر جایی که راحتی سختی های خودم داره، ولی تو شکر نعمت ها را بکش، در مقابل سختی مقاوم باش. گروپ دوم بدبین و منفی بین. بدبین و منفی بین کی را نام ماندیم؟ اینام نیمه پر دیده نیمه خالی، اینام نیمه پر دیده بود نیمه خالی رو ایام. گروپ اول در زندگی سالم، شاد، موفق، با اعتماد به نفس است. گروپ دوم بدبین چی است؟ منفی بین چی است؟ نیمه پر آب دیده نیمه خالی را، اما توجهی سر نیمه خالی است، نق زده میره این نیم چرا خالی است. واسه بگه شکر نیمه پر است. یعنی نقاط مثبت منفی خود دیده، اما سر یک نقطه منفی آنقدر چسبیده که کل خوبی ها را فراموش کرده. یعنی ما در معاینه خانه ببین که بشینی کسی میاد به خاطر یک بینی کل ولایت اعلا داده، بینیش هم از مکه مقبول میگم بدل میگوری که ما بینی تا یک بینی کل زندگی را اعلا داده. او میگم یک زندگی یک بینی او 100 تا خوبی خود نمیبینه، یک تا بدی را دیده که بینیش یک کمکی چنان است و چنین است، کل اعلا داده. متوجه گپ هستین؟ بنابراین اینا چی است؟
بالای نقاط ضعف خود توجه میکنن. بعضی ها دیدین همه شخصش از یک طرف است. چرا؟ میگه برای ما گفتن که از طرف راست مقبول معلوم میشه. کل عکساش به طرف راست. این چی است؟ سر نقاط منفی تا اینا چی میشه در زندگی؟ افسرده میشن، جگرخون میباشن، عصبی میباشن، اعتماد به نفسشان منفی است. گوش کنی شعر برشان جرمیه. اگر گویی که بتوانم قدم در نه که بتوانی، اگر بگویی میتونم جور میتونم وطنم میسازم، میشه قدم بان میشه، یک قدم تو بان 100 قدم خدا برات کمک میکنه. و اگر گویی که نتوانم برو بنشین که نتوانی. اگر بگویی نمیتونم صحیح برو بشین، نمیتونی از تو چیز جور نمیشه. یعنی اگر بگویی نیم گلاس خالیس، بله راست میگی نیم گلاس خالیس، برو بشین. اگر بگویی نیم گلاس پر از شکر، بله شکر نیم پر از شکر که نیم دیگه شام خدا کمکت میکنه پر میکنی. نوع سوم خوش خیالاست. خوش خیال اونمون کسایی که تنها نیمه پر دیده، کل عمر عیبایش باقی میمانه. اینا از نظر علمی آدمای منیک هستن، مانیا دارن، خوبی ها را میبینن، یک تجارتش اینده کل پیسای خودم میره بند میکنه، اما عیبای از او را سنجش نکرده بود. یک کسی را در یک عروسی دیده، یک دل 100 دل عاشق شده، وقتی که بازو رو در خانه آورد در آشپزخانه میبینه در فرق بر خود زده از کی چی بد کرده. تنها خوبی ها را دیده. اتو نکنین، اینجا خوش خیال میشین. بعضی ها را دیدین در زندگی بیخی هواییست. این شعر گوش کنین. پرواز در هوای خیال تو دیده نیست. پرواز کنه ولی کوکی بالا بره، بازو هم در هوای خیال، در هوای خیال تو بازو هم دیده نیست. این خیالاتی حرفی بزن که موج صدایت شنیده نیست. اما بدخیال کیست؟ بدخیال اونایست که تنها خالی را دیده، تنها نقاط ضعف میبینن. اینا بیخی حالشان خرابه. بر از اینا دنیا دیگه بیخی تریه و تار است. بعضی ها دید تا رو برو شوی که میگن سیمیناری چی مرگ آمادی کفن خود فرمایش دادیم وصیت منش همین دنیا از افغانستان، در افغانستان تو میخوای سیمینار بیتی. هیچ به هیچ چیز دیگه اینا باور نداره. از خدا هم که بگی خدا، از خدا گردر نه کدام خدا. من 100 دفعه دعا کردم نشد. بیادر که خدا تجارت انداختی، 2 رکعت نماز میخونی، 2 ساعت خواسته رایستی. او هم یک چیز صحیح نمیخوای که خدا شخصیت من جور کو، اعتماد به نفس من جور کو، انسان جور کو، اخلاق، خدا موتر، خدا خانه، خدا پیسه. قبولید به چیزایی که میخوای میخوره، با خدا رو بخوره. همین خودت همین چیزا باشه برای خود میدی. نکن. بچه اول بخوای به خدا یک شخصیت، تو شخصیت بخوای خدا موتر اینا رو بر خود به خود میاد. گوش که اینجا شیرش چی است؟ گرت ای جویی از در سرشت، نبینی ز طاووس مگر پای زشت. اینا کل طاووس نمیبینه، پر زیبایی را نقش و نگاره، فقط پای سیاه طاووس بیچاره را میبینه که پای سیاه. این طاووس چقدر پای سیاه است. او رقم بیاره ماندی تو خراب استی اصلا. در حالی که شعر دیگه است میگه عیب اهل هنر نگه داره. شما به او جایی برسین که عیب براخ کس نکشانین. عیب اهل هنر نگه دارید، پیش طاووس نام پا مبرید. پیش طاووس که دیدی حتی نام پای نبرو، خودش هم از پایش رنج میکشه، تو امور یاد میکنی زخم میشه. تازه نکو دیدی که یک کسی یک عیب داره، تو عیب هیچ یاد نکو. تو یک قبعی بزرگی برست. نهایتا گپ مایی که نگرشتان اصلاح بسازین، خوبی ها را ببینین، بدی ها را، شکر خوبی ها را بکشین، بدی را اصلاح کنین. در جامعه، در زندگی، در خانه، خانواده، در خود بدی ها را اصلاح کنین.